با سلام خدمت همه علاقه‌مندان به سینما. من دانیال هاشمی پور با نقدکستی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در چند روزی که گذشت فیلم تنت به عنوان جدیدترین فیلم کریستوفر نولان در دسترس قرار گرفت و خب عمده اهالی سینما فیلم رو دیدن. به همین بهانه می‌خوایم توی این قسمت صحبت بکنیم در مورد هم فیلم تنت و هم اساساً در مورد سینمای کریستوفر نولان که ببینیم در این سالها چه کرده و امروز سینماش چه جایگاهی داره. نزدیک به 2 دهه از شروع فیلمسازی نولان میگذره، یعنی از اون موقعی که فیلم فالوینگ رو به عنوان اولین فیلمش ساخت تا امروز. به نظر میرسه که تنت یکی از نولانی ترین فیلم های کریستوفر نولان باشه. موقع دیدن فیلم یک سری سوال به ذهن متبادر میشه، نه فقط در مورد این فیلم که در مورد کلیت سینمای کریستوفر نولان به عنوان یک کارگردانی که خب امروز میبینیم هوادارهای خیلی زیادی داره، خصوصا بین عموم مخاطبین، یعنی شاید بین منتقدین کمتر این هوادارها رو داشته باشه. وقتی آدم فیلم های نولان رو نگاه میکنه یک سوال به ذهنش میرسه، اینکه جایگاه حس در فیلم های نولان کجاست؟ اساساً احساسات انسانی و مسئله انسان توی فیلم های نولان چه نقشی رو دارن؟ و این به نظر من یکی از بنیادی ترین سوال هاییه که در مورد کریستوفر نولان و فیلم هاش میشه پرسید. فیلم هایی که با یک سری زرق و برق، با یک سری شلوغ کاری های اکشن که دیگه مشخصا توی تنت به اوج خودش میرسه، یعنی تنت به نظرم از اون سنتی که توی مثلا اینسپشن داشت اون رو انجام میداد هم خیلی فراتر رفته. توی تنت کریستوفر نولان اصل و اساس نوع روایت خودش رو روی یک مسئله‌ای میذاره که در واقع همون مسئله وارونگی زمان هست و این بازی با زمان رو به عنوان فرم روایی خودش و البته بصری، چون در واقع این معکوس شدن ها رو ما در تصویر هم میبینیم، این رو به عنوان اصل فرمی که خودش قرار میده. منتها این حل شدن کریستوفر نولان در بحث علم و خصوصا در بحث فیزیک در این آثار اخیرش، خصوصا همین فیلم، باعث شده که غفلت بکنه و یا یک چشم پوشی داشته باشه نسبت به خیلی مسائل دیگه. یعنی ما بینامتنیت هایی که مثلا فیلم میتونه با فلسفه، با روانشناسی، با جامعه شناسی، اینها تماما حذف میشن از فیلم های نولان و بدتر از اون مسئله مهمی به نام شخصیت پردازی مطلقا در فیلم های نولان وجود خارجی نداره. یعنی دیگه اوج این رو در تنت میبینیم، یک سری شخصیت های کاملا مفروض که کوچکترین در واقع اکت انسانی اینها ندارن، کوچکترین مناسبات انسانی با هم دیگه برقرار نمیکنن و همه چیز مفروض گرفته شده و صرفا اون داستانی که داستان هم نیست، واقعا یک مسئله علمیه، یک آزمایش علمی هست، این به عنوان ایده اصلی فیلم قرار میگیره. به نظر نولان باید دقت بیشتری در مورد دیدن فیلم‌های تاریخ سینما بکنه و خصوصا فیلم‌های کوبریک که حالا خیلی‌ها به اشتباه متاسفانه به عنوان کوبریک دوم یاد می‌کنن از نولان، ولی کاش مثلا همون فیلم اودیسه فضایی رو یک مقدار دقت بکنه به اینکه کوبریک داره اونجا چیکار میکنه. کوبریک اگر یک داستان علمی تخیلی گرفته، باز داره از اونجا به مسئله انسان میرسه و این رو صرفاً به عنوان علم نمیسازه. اساساً فیلم سینمایی جای علم صرف نیست. حس اصل و اساس هنره، یعنی به عنوان یکی از ارکان اصلیه. به نظر من هر اثر هنری فرقی هم نمیکنه. حس منظور این نیست که حتما احساسات سانتیمانتال داشته باشه. یک فیلم میتونه حس زدایی شده باشه، مثلا فیلم های برسون یا فیلم های آنتونیونی که یک شکل رفیعی از هنر میتونیم اونها رو به حساب بیاریم. منتها خب اونجا با استفاده از حس زدایی در واقع از عدم وجود حس آفریده شده. منتها در فیلم های نولان ما با تنها چیزی که روبرو نیستیم سطح حتی قلیلی از احساسات انسانیه. شخصیت های فیلم، چه اون شخصیتی که روبرت پاتینسون بازی میکنه که بسیار هم بازیگر خوبیه و چه واشنگتن، اینها هر کدوم به شکل مفروضی تو فیلم قرار گرفتن و صرفاً به عنوان یک ماشین مکانیکی دارن عمل میکنن. هیچ کدوم به عنوان یک انسان باورپذیر نیستن. چیزهایی که بهشون حقنه شده در فیلمنامه وجود داشته، صرفاً به عنوان اجرا کننده اونها در فیلم حضور دارن و اوامر فیلمساز رو به تبعیت از اون جهانی که میخواد بسازه دارن انجام میدن. متاسفانه زمان اجازه نمیده که خیلی بیشتر بپردازیم به خود فیلم و خیلی وارد فیلم بشیم. منتها به نظرم در تمام این سالها نولان ثابت کرده که اصلاً فیلمساز نیست و اصلاً هنر سینما رو نمیشناسه و تمام فیلم‌هایی هم که ساخته تقریباً بجز شاید مثلا اینسومنیا
و ممنتو به واسطه اون فرم معکوس رواییش که خب اون زمان به نظرم کار جالبی بود در بحث ساختار زمانی نو، به جز اونها در تمام این سالها فیلم دیگه ای نساخته و تمام چیزهایی که ساخته یک سری بازی‌های پیچیده روایی و بصری بودن که هیچ در واقع یک معماهای بی پاسخی می ساختن که حتی اگر پاسخ هم براشون پیدا بشه آنچنان مهم نیست. یعنی ممکنه یک فیلمسازی مثل آلن رنه تو فیلم مارین سخت‌ترین معمای تاریخ رو هم مطرح کنه، هیچ وقت هم پاسخی بهش داده نشه، اما به واسطه اون کاری که در باب حافظه، تخیل و زمان داره میکنه اون فیلم مهمی باشه. منتها در مورد نولان هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته. تنت یک شلوغ بازی کامله، یک فیلم اکشن کاملا سست پوچ که با یک سری تصاویر بسیار پرزرق و برق از تیراندازی از هلیکوپترها و یک نیمچه قصه‌ای که در واقع با زمان داره کار میکنه میخواد مخاطبش رو سرگرم میکنه، ولی متاسفانه مخاطبی که فیلم دیده باشه به نظر من گول این چیزها رو نمیخوره.